و با استفاده از ثمرات تمام ذخیره‌های امکاناتها رشد باثبات اقتصادیات تاجیکستان عزیزمان را تأمین نماید. من بارها گفتم جامعه ما حکم وطن و دولت ما را کسی از تأثیر خطرهای زمان امروزه علمی نگاه همیشه آماده باشد. ای بچه ها boş moda hocam. موضوعهای جیوپولیتیکی و جیوستراتژی برای کشورهای جهان اهمیتی رسد